سلام علیکم برادران و هموطنان گرامی قدر. خوش آمدید به کانال ما چند قبل پیش برای شما گفته بودیم که درس زبان ترکی را شروع میکنیم. اینک یعنی وقتش آمد، خداوند برای ما نصیب کرد. انشاءالله شروع میکنیم به درس زبان ترکی. خداوند مهربان موفق ما بگردونه. انشاءالله امروز شروع میکنیم به الفابتی زبانی ترکی. بعد اینه بگم پیش از درس شروع کردن برادران و خواهران و هموطنان گرامی قدر یک دفتر بگیرین، یک روچکه بگیرین. این درسی که ما شما شروع کردیم، همین درس خوش رو با دقت گوش بکنین و بنویسین، چون که هر انسان میتواند در این حالت باشد. یعنی بعضا وقت میشه که اینترنت نداریم، به اینترنت هستیم. اگر ما شما در دفتر نویسگی باشیم، اون رو میگیریم از دفتر میخونیم و با فرزندامون یاد میدهیم، با خشتوارامون، کسی که در نزدیک ما است، در همسایه هامون، یعنی میخونیم با اونها نشون میدیم. خب اگر ما شما زبان ترکی را بدانیم، نه تنها زبان ترکی، هر زبانی که باشد، اگر ما اون زبان رو اسخط کردیم، در اون مملکت رفتیم، میتونیم با اونها خوب رفتار بکنیم، یعنی به مشقت با اونها صحبت بکنیم، در اونجا همکاری بکنیم. خب یعنی ترک ها مثلا در روسیه هم هستند، زیاد فابریکه ها دارن، زیاد در استرویکه ها کار میکنن. در تاجیکستان هستن اینجوری. اگر ما شما که زبانشون رو بدانیم، میتونیم در مملکت خودمون، از مملکت خودمون بیرون نشیده، در اون مملکت خودمون با قدیشون کار بکنیم، ترجمان کار بکنیم، یعنی یک مبلغ خوب به دست بیاریم. خب به همون خاطر ما امروز شروع میکنیم از الفبای ترکی. بعد در باره بعضی حرف های صدانو که هستن، در باره اونها یعنی کم شرح میدیم. او را با دقت گوش بکنیم. التماس میکنیم که او را با دقت گوش بکنیم و انشاءالله او را نوشته بکنیم. خب اینجا ترکçe alfabesi, alifboy Türkiye. خب Türkçe alfabesi, alifboy Türkiye. خب اینجا چه که میبینید، ما اینا با قسم بندی کردیم. یعنی ترکی حرف های ترکی هستن. اینجا تاجیکی حرف های تاجیکی. شرح یعنی در باره کدام حرفی که باشه شرح میدهیم. اینجا حرف های صدانوک هم هستن. چه که در زبانی ما و شما حرفی صدانوک هست، حرفی او، همین خیل حرفی صدانوک در زبانی ترکی هم چند تا هست که در مسئله اونها انشاءالله صحبت میکنیم. خب در این طرف شم همین خیل حرف های ترکی رو نوشتیم، در اینجا حرف های تاجیکی. خب اینجا شرحش هست. خب حرف آ، حرف آ که ما و شما معلوم است، یعنی در حرفی در زبان ترکی، در زبان انگلیسی، در تاجیکی، در روسی، حرف آ یک حرف است، یعنی هممون میشناسیم میره. خب اگر ما و شما، ملت ما و شما، تاجیکستانی ما و شما با حرف یعنی که با انگلیسی زیاد رفت آمد داریم، یعنی حرف های انگلیسی را خوب میشناسیم. اگر حرف های انگلیسی را که خوب شناختیم، همه حرف های ترکی را با مثل همو هستن، فقط یک چند تا حرفش زیادتر است که اینجا شما میبینید انشاءالله. حرفی ب، حرفی ج، حرفی چ. ما و شما در اینجا میبینیم حرفی چ با حرفی ج ترکی یعنی پاچک ندارن. حرفی ج ما و شما با حرفی چ ترکی یعنی اینو برعکس هستن. در اینجا حرفی ج پاچک داره، در اینجا حرفی چ پاچک داره. خب اینجا میاد حرفی د، حرفی ی، ف، گ. این حرف نه حرفی غ است نه حرفی ی است. اینجا چخیلی که نوشتیم در مسئله، در این مسئله کم ترک شرح میخواهد، کم ترک توضیح میخواهد، کم ترک
در مسئله این معلومات بردن در کار. ما همون معلومات باید ما و شما کوشش بکنیم که با دقت گوش بکنیم، در دفترامون بنویسیم. چون که اگر ما و شما یک کلمه را میخواهیم بخونیم، اگر در اون کلمه همه حرفی که بیاید، اگر ما و شما در این مسئله حرف اگر معلومات نداشته باشیم، معنای او کلمه رو نمیفهمیم ما و خواندنشم درست خواندنش نمیدونیم که چی باید بخونیم. با همون خاطر در این مسئله کمی صحبت میکنیم، کمی شرح میدهیم. کوشش بکنیم شرح ها را خوب گوش بکنیم انشاءالله. خب حرف ح، حرف ا، حرف ا که در زبان تاجیکی نیست، این به حرف های روسی میتونیم میره مانند بکنیم. یعنی چخیلی که در حرف های در الفابت روسی ایره استفاده میبرن، در یک کلمه روسی ایره همچنین استفاده کرده میتونیم. خب در این مسئله در باره این حرف هم ما و شما در آینده صحبت میکنیم انشاءالله. خب حرف ای، حرف ژ، ک، ل، م، ن، آ. در این حرف در باره حرف آ اینجا توضیح داده است. او همه حرف او خونده میتونیم. او در تلفظ با آ مایل دارد. یعنی که حاضر ما و شما میبینیم آ است، نه آ خوندیم. نه که در یک کلمه که میخونیم، در یک کلمه که خوندیم، در اون کلمه مثلا یک آدمی که در پیش ما و شما نیست، در غیب است، ما او گفته نوشته میکنیم. یعنی حرفی آ را مینویسیم که در آینده این کلمه برای ما و شما پیش میآید. یه حرفی صدانک است. ا، پ، ر، س، ش. حرف ش در زبان انگلیسی نیست. در زبان انگلیسی حرف نیست. در اینجا ما و شما میبینیم که چخیلی که در اول گفتیم در زبان ترکی یک چند حرف از الفبای انگلیسی زیادتر است. این همین است. حرف ش از زیاد، حرف ا از زیاد، حرف گ از زیاد، حرف ا. یعنی که این انشاءالله در آینده بسیار چیزا را ما و شما میفهمیم. برای ما و شما بسیار فایده‌ناک است. برای ما برادران فراموش نکرده دفتراتون رو بگیریم بنویسین و در لایک موندن ده تنبلی نکنین. التماس لایک بمونین، подписаться بکنین و فکرهاتون رو در کامنتاری بنویسین و با دیگران روان بکنین. درس را فراموش نکرده التماس. خب میگذاریم به حرف او. حرف او در از اوی تاجیکی کمتر درازتر است. حرف و، حرف ی، حرف ز. ما و شما میبینیم که در اینجا ما و شما در الفابت ترکی یا نیست، و مثل الفابت ما و شما یا نیست، یا نیست. اما اینجا میتونیم که در یک کلمه رو میخونیم، بعد حرف ی آ را مونیم یا میشود، بعد حرف ی آ را مونیم یا میشود. یعنی که یای تاجیکی ما را در این حالت ما و شما میتونیم استفاده بکنیم. با همون خاطر انشاءالله درشی در این ورق دیگری چخیلی که گفتیم در باره حرف ها کمی توضیحات می رود. در این باره این حرف انشاءالله اونا اینجا شروع میکنیم. خب در الفبای ترکی 29 حرف هست. در الفبای ترکی چند حرف هست گفتیم؟ 29 حرف هست که 8 تای آنها صدانک هستند و 21 تای دیگر هم صدا می باشند. در زبان ترکی هر حرف نوشته و تلفظ کرده می شود. این زبان یک زبان هجایی است. یعنی کلمه ها از هجا عبارت می باشند و در هر هجا یک حرفی صدانک هست. این قاعده ها در زبان تاجیکی هم هستند. البته این چند و بسیار دیگر قاعده های هستند که عیناً مثل قاعده های زبان تاجیکی هستند. حرف های صدانک در زبان ترکی این 8 تا هستند. حرف های صدانک چخیلی گفتیم؟
این 8 تا هستند: ا، 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 ای، آ، آ، او، ال. اینها را در ترکی میگن که sesli. Sesli harfleri. Sesli harfleri. Yani harfهای صدانو. مثلا اگر ما شما 3 میگیم، یعنی حرفی رقمی 3 را اگر ما بنویسیم رقمی 3 3 بین این حرف بنویسیم. اگر این حرف بنویسیم معناش میشه که اوچک، یعنی سمالیوت. به همون خاطر این حرف ها باید از جای خودش برآورده شود. خب حجا را توضیح داده است برای ما شما که حجا چی معنی دارد. در اینجا ما خوندیم یعنی کلمه ها از حجا عبارت می باشند. خب حجا چی معنی دارد؟ حجا با قسمت ها جدا کردنی کلمه را حجا می گویند. حجا چی بوده است؟ با قسمت ها جدا کردنی کلمه را حجا می گویند. خب مثال yaratıcı yaratıcı afaridagar mercimek mercimek adas okuyor میخواند. خب تلفظی حرف های الفبای ترکی. تلفظی چخل الفبای ترکی را، حرف های ترکی را چخل تلفظ کردنش برای ما شما در اینجا انشاءالله توضیح میدید. در اینجا برای ما شما میفهموند. چخل در بالا گفتیم در الفبای ترکی همه حرف ها چخل نوشته میشوند، همان خیل تلفظ میشوند. خب رنگ حرف تاجیکی ما شما چخلی که ما شما در تاجیکی میبینیم، یعنی چخلی که حرف نوشتی همون خیل میخونیش. اما در روسی اینجوری نیستن. در روسی مثلا یه حرف آ منویسی آ میخونی. با همون خاطر اینجا برای ما شما نشان داده است که زبان ترکی هم با مثل زبان تاجیکی است که چی حرفی را که چخلی نوشتی همون خیل میخونیش. خب بسیاری از این حرف ها در زبان تاجیکی هست و دشواره از این جهت نمیکشیم. بسیاری این حرف ها در زبان تاجیکی هستند، از همین جهت ما و شما دشواری نمیکشیم در این زبان یاد گرفتن شد. اما بعض حرف ها باید کمتر شرح داده شوند. بعض حرف ها را که گفتیم کمی باید شرح داده شوند. انشاءالله در این مسئله ما در ورق دیگری انشاءالله صحبت میکنیم. اگر ما و شما بگیم که درسی ما دراز نشود، انشاءالله ما کوشش میکنیم که در همین چیز دوامش بدیم، در همین ویدیو. انشاءالله اگر ما بینیم که درس ما چند کشید برای شما یک بار نگروز کنه شود، یعنی شرح های این درس ها را در ویدیوهای آینده انشاءالله کوشش میکنیم که برای شما برسانیم. حاضر در امان خدا باشید. برای شما خداحافظی میکنیم. خداوند حافظی ما و شما باشد. برادران عزیز همین ویدیو را با دیگران روان کردنش فراموش نکنین. لایک بجقین، در کانال ما ابونه شوین و برای ما و شما فکرهای خودتان در کامنتاری ها نوشته بکنین. حتما یگان چیز بنویسین فکرهاتون، ما و شما بینیم که برای شما این ویدیو همین درس چند قدر فایده‌ناک است. و اگر فایده همین درس برای شما یگان فایده رسنده باشه، همین ویدیوهای ما برای شما یگان فایده رسانده باشه، اگر برای شما خوب اومد، همین را فراموش نکرده لایک زیر بکنین. در امان الله باشین. خدا حافظی هر یکی ما و شما برادران و خواهران و هموطنان گرامی قدر. خدا حافظی ما و شما.